دقت کنید یه چیزی بگم. همیشه به میم یعنی بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد خود دو تا عدد کوچیکتره یا مساوی کوچیک است. مثلا اگه شما 6 و 3 رو مثال بزنید به میمش میشه 3. چون 6 بر 3 بخش پذیره خود 3 میشه به میم. چون یه روش ذهنی داریم با ذهنی ها رو هم تمرین کنیم که یاد بگیریم. اما که میم همیشه از این دو تا عدد بزرگتره یا مساوی عدد بزرگترشه. حالا یه مثال بزنم. دوباره فکر کن 6 و 3. حالا رو امتحان کنید حساب کنید ببینید میشه. چون 6 بر 3 بخش پذیره پس خود 6 میشه عدد که میمیم. برعکس اسمش اونی که میگیم بزرگترین شمارنده مشترک اگه عدد بزرگه و کوچیک بخش پذیر باشه، اتفاقا برعکس اسمش که بزرگتر است عدد کوچیکه میشه. و اونی که دوباره 6 بر 3 الان بخش پذیره کوچیکترین مضرب برعکس اسمش عدد بزرگه میشه. پس این برای وقتی که دو عدد بر هم چیان بخش پذیره. و یه نکته دیگه، همیشه که میم که به دست میاد انگار ما تقسیم از این وری داریم حل میکنیم. یعنی این میشه مقسوم، اینا میشن مقسومون الیه. نداریم یه همچین چیزی ها، اما خود دارم که تو ذهنتون بمونه. 18 تقسیم بر 9 میشه، 18 تقسیم بر 6 هم میشه. اما برای مقسومون الیه گفتیم از این وری تقسیم میشه. الان نگاه کن، به 18 و 24 شد چند؟ 6. خب یعنی چی؟ یعنی 18 24 بر 6. اما حالا از این وری باید اینو بگیم، یعنی 72 بر 24 و 18. حالا چرا نیومدم اینو بذارمش اینجا؟ برای اینکه میخوام تو ذهنت بمونه یه چیز برعکسی میکشیدیم. وگرنه میتونم بگم 72 رو بذار اول، بعد این تقسیم رو اینجوری بنویس، یعنی 18 و 24. درستش اینه ها. اما خب چون میخوام یعنی یه فرقی با شمارنده بکنه، حالا من دارم برعکسشون. یه نکته دیگه، دو عدد اول همیشه به مشون یک، اما که میم میشه ضربشون، چون چیز مشترکی ندارن که یکم که بوده نبودش خیلی فرق براشون نداره. پس شد چند؟ 15. پس دو عدد اول به میمش همیشه یک و که میمش میشه حاصل ضرب اون دو عدد. یه نکته دیگه، دو عدد پشت سر هم همینطوره، میخواد اول باشه میخواد نباشه. مثلا 8 و 9 این دو تا پشت هم متوالی هست، اصلا ربطی نداره که میخوان اول داشته باشه میخواد نداره. همیشه دو عدد پشت سر هم به میمشون میشه یک و که میمیم میشه ضرب اون دو عدد. 8 9 تا 72 تا. نکته بعدی، هر عددی به میمیمش با خودش میشه خودش، که میمیمش هم با خودش بازم میشه خودش. اما هر عددی به میمیمش با یک میشه یک، عدد کوچیکتره برعکس اسمش، چون 12 بر 1 بخش پذیره دیگه. اما که میمیمش با یک میشه عدد بزرگترمون، یعنی چند؟ 12. این روش های ذهنیه که حالا فعلا تا اینجاشو گفتم، اما بازم ادامه داره.